منم بهشون گفتم مگه مقصر من بودم که با تو اما هی سرت تو گوشیه. باشه باز شروع نکن. خب داشتی میگفتی؟ آره خب داشتم میگفتم بهشون گفتم مقصر این اتفاقا من نیستم که شما خودتون. بسته دیگه خجالت بکش. چته بابا آبرونو بردی؟ یه نگاه کردم همش. این امول بازی ها چیه؟ تو که چشمات مثل شخصیت حوله بیجا کردی با من اومدی تو رابطه که از روز اول میدونستی مهمترین معیار برای من تعهده. اگه یه ذره به خود میرسیدی شاید جای این اون یکم من به تو نگاه میکردم. عاشق موی کوتاه بودم، گفتی بلند دوست دارم، گفتم باشه. گفتی موهاتو رنگ کن بهت میاد با اینکه خودم دوست نداشتم، گفتم باشه. من حتی به خاطر تو مدل لباس پوشیدنم هم عوض کردم که تو بعد برگردی به من بگی باهات حال نمی‌کنم. نمیدونستم به خاطر یه آدم عوضی هیچ وقت نباید خودتو عوض کنی. آدم‌ها لقمه بزرگتر دهن خودشونو خوب میکنن. گفتی یاد من وقتی که دیره